امان خدای مهربان باشه. داماد و عروس با همدیگر پیر شوه، در عالم عشق خود جهانگیر شوه، 100 ساله شوید و بعد از آن پیر شوید. هر سال در این خانه دو سه توی شود، مانندی عبادالله جان و همنام ما خیرالدین جان چگونه خوشروی شود، 100 ساله شود و بعد از آن پیر شود. از طرف همسیپا، همکارا، یار و دوستا خشتبار خواهشمندیم برای بزرگی اکای محمد نعیم جان و عبادالله جان و خیرالدین جان یک کنسک بر دوام دهنه خروسان شود. بهترین کنسکا میگویم که هر کس که به استاد کرد آغاز کاری او ندارد اعتبار. در اینجا مردی بزرگی آمده است که توی نبیرهاش بابای گل محمد جان یک دقیقه نزد ما بین. بابای گل محمد جان اول دعا میتیم و ما بس ما سر میکنیم که فخر کنیم که بابا جان 90 ساله توی نبیرهاش دا آمده یک دعا میتیم. بابا جان خوش آمدی، در چشم جانم خوش آمدی، یک دعا تیم ما بس ما سر میکنیم. الها مالک و پادشاه با رضای رحمت خود این جمع آمدی ما را نگاه دار. آمین. الله اکبر. سلامت باشی بابا جان. در این جامعه نگریم آچه جانا آمدیم، اپا جانا آمدیم، خواهر جانا، همه جا خواهر جانان هستن که مادر جانان هستن که ما در پورات دهنه فقط چالاق میخوریم. برای چالاق فروشا مادر جانا خوش آمدیم به بزم خیرالدین جان عبادالله جان. برای بزرگی مادر جانا سرود اول در بس مادر، ما در خدمت شما ای بندگان خدا.
بزرگی مادر، بیا برای بزرگی پدر و مادر که ستون خاندان ما و شما پدر و مادر است، یک کرزک خود را دریغ نمیداره. سلامت باشین، زنده باشین. عبادالله جان، قدی خیردی جان، خدا شما را کوشه پیر کنه، هم وقت دمی خانه خرسنده باشه. محرمه بجای خود نشینید، سرودای رقصی بهر شما، ما در خدمت شما.